امروزه برندهای لوکس برای لباس پوشوندن به زندیا رقابت میکنن، اما یه دوره‌ای بود که هیچ کدومشون حاضر نبودن بهش لباس قرض بدن. چطور دختری که همه بهش نمیگفتن تبدیل شده به یکی از آیکون‌های بزرگ دنیای مد و فشن. تو سال 2011 زندیا تو سریال دیزنی شیکیتاب بازی میکرد. اون زمان ستاره‌های دیزنی خیلی تو دنیای فشن جدی گرفته نمی‌شدن. برندها ترجیح میدادن که لباس‌هاشون رو به سوپراستارها و سلبریتی‌های خیلی معروف بدن، نه یه نوجوان تازه‌کار. توی همون سال زندیا با یه استایلیستی به نام لاروچ آشنا شد. اون کسی بودش که به خودش نمیگفت استایلیست، به خودش میگفت معمار تصویر. اما این وسط یه مشکل بزرگی وجود داشت. تو دنیای مد استایلیست ها لباس رو از برندها به صورت موقت قرض میگیرن. این کاری که بهش میگن سامپل پول. حالا اگه برنده حس کنه که اون سلبریتی ارزش رسانه‌ای کافی رو نداره، به جواب منفی میده و ردش میکنه. لاروچ بعدا اومد فاش کرد که از برندهای مثل شنل، دیور، گوچی، سنت لوران و ولنتینو درخواست لباس کرده بود، ولی همشون همیشه یه جواب میدادن: نه، سال بعد امتحان کن، نه الان خیلی زوده. اما لاروچ حاضر نبود که با قوانین قدیمی بازی کنه و تصمیم گرفت که به روش خودش آیکون مد بسازه. دقیقاً همینجا بود که یکی از مهمترین همکاری‌های تاریخ فشن شکل گرفت. منتظر قسمت بعد باشین.